از اون در ریان در روز قیامت روزدارهای ماه رمضان داخل جنت می شوند، نه اینکه سوی این طربخانه ها و بر و دیسکتیکایی که امروز جوان ها می روند. یک شب ندا کردم، فریاد کردم، دعا کردم، تو پروردگار چی سبب است که امروز مسلمان خار شده است، مسلمان غریب است، مسلمان طعنه کافر را گوش میکنه، مزدور کافر شده است، اینکه به سوی او ببرداره. امروز یک بدبختی در حیات ما آمده است، وقتی یک مشقت یک مشکلی در حیات ما آمد، در حال شخصیت ها در فکر ما می آیند، خدا را فراموش میکنه. متاسفانه امروز اکثر جوان های ما، اکثر مردم ما فقط فحشا تماشا میکنن. انسانی که امروز این چشم در گناه و معصیت استفاده کرده و آرزو داره که در آخرت در جنت دیدار الله ببینی. برای الله رب العالمین به سوی تو میگوید که ای روزدار، در برابر این روزه گرفتگیت من این لحظه دیدار من نشانت میدم. یعنی اعضا و جسم و بدنی که داره ایره خریده نمیشه برادری بزرگواری من. یک بار قیمت ایره فکر رو کی بخشید است داد، کی برات داد که ای پروردگار همین تیلاها را در برابر یعنی فدیه ایمان ما قبول کن و ما را ببخش داخل جنت کن. الله بزرگوار جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای انسان‌های روزدار یک بشارتی خوبی دیگر هم دادن. حضرت می‌فرمایند این للصائم فرحتان، تن برای انسان روزدار، شخصیت روزگیر دو خبری خوشی هست، دو خوشحالی هست، دو خرسندی هست که در اصل خوشحالی و خرسندی اینها را انسان روزدار احساس میکنه. فرحت عند الافطار، یکم خوشحالیش وقتی افطارش است که الحمدلله ما خوب احساس میکردیم. هر انسان روزدار میدیدی وقتی نماز شام نزدیک می آمد لحظه به لحظه ساعت نگاه میکرد، در دستش یک خیرماه است، اندک آب است، میخواه افطار کنه اما لحظه به لحظه شماریده ایستاده است، خرسند است، شاد است که لحظه افطار نزدیک آمد میرسه. وقتی افطار میرسید اعوذ بالله و بسم الله گفته افطار میکرد، یکم خوشحالیش احساس میکرد. و دویمین خوشحالی انسان روزدار پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم عند لقاء ربه، وقتی دیدار الله رب العالمین است. دویم خوشحالی برادری بزرگوار من اون لحظه که در جنت هستی، الله بزرگوار اون همه عیش عشره، لذت و راحت، زینت و خوبی ها را در اختیار داده است و دل تو به آرزو و مقصدش رسیده است و هر چیزی که میخواهی برای تو مهیا و تیار است. در بالای این، در برابر این، الله رب العالمین به سوی تو میگوید که ای روزدار، در برابر این روزه گرفتگیت من این لحظه دیدار من نشانت میدم. این لحظه من دیدار ما برای تو نمایان میکنم، دیداری که شاید که دلهای ما اگر اصل دیدار الله رب العالمین در دنیا میدیدن پاره پاره میشدند، اما الله رب العالمین در جنت وعده کرده است که در برابر روزه گرفتگی روزدارها در جنت من دیدار من نشان شد. اکنون برادران بزرگواری من، این موضوع رمضان از ما گذشت، الحمدلله این همه بشارت ها را از خداوند امید داریم که برای ما نصیب گردانده است ان شاء الله رب العالمین. اما موضوعی که این لحظه من میخواهم و شما صحبت داشته باشم برادران بزرگواری من، این موضوع شکرگزاری هست، موضوع منتدارگی هست. ما باید در برابر این نعمت های بزرگ الله بزرگوار شکرگزار باشیم. از همه بزرگترین نعمت ها الله برای ما داده است این ایمان است برادران بزرگواری من. ایمان خیلی نعمتی بزرگ است، و چنان نعمتی بزرگی هست که انسان از عذاب ابدی جهنم و دوزخ نجات میده. ما باید شکرانه نعمت ایمان به جا بیاریم که الله بزرگوار در دلهای ما نور ایمان جا کرده است، نور ایمان قرار داده است که اون نور درون و بیرون حیات ما را نورانی گردانده است.
الحمدلله ایمان است که برای ما توفیق داده است که مسجد می آییم. ایمان است که برای ما قوت بخشیده است که نماز می خونیم. روزه ماه رمضان روزه می گیریم. باید ما شکرانه این نعمت ایمان را به جا بیاریم. در یک آیت کریمه الله رب العالمین می فرمایند که انسان هایی که در دنیا ایمان نآوردند، شخصیت هایی که در دنیا ایمان نداشتند، این شخصیت ها اگر در روز قیامت به اندازه پهنی و کلانی زمین اگر طلا بیارند و بگن که ای پروردگار همین طلاها را در برابر یعنی فدیه ایمان ما قبول کن و ما را ببخش داخل جنت کن، الله بزرگوار میگه من اونها را قبول ندارم، چون که قیمت ایمان از این ده هم گرانتر و زیادتر است. یعنی ما به قدر نعمت ایمان برسیم که خداوند برای ما ایمان داده است، در برابر این به قدر این برسیم که خداوند ما را امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گردانده است. تمام پیغمبر گذشته، تمام امت گذشته آرزوی مقام و درجه من شما را داشت. آرزو می داشتن که کاش که ما امت محمد می بودیم. ما به قدر این نعمت امتی محمد صلی الله علیه و سلم رسیم که خداوند برای ما چقدر مقام و درجه بالا داده است. کنتم خیر امت اخرج للناس. رب العالمین به همون عظمت و جلال و بزرگیش ما امت در قرآن وصف میکنه، تعریف میکنه، میگه ای امت های محمد شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته هستی، یعنی شما بهتر از همه هستی. الله بزرگوار برای ما یعنی ما را وصف داره در قرآن. ما باید به قدر این درجه، به قدر این مقام، به قدر این نعمت بزرگ ما باید به قدر این نعمت برسیم، شکرانه این نعمت به جا بیاریم. بعد از اون نعمت هایی که خداوند برای ما جسم و بدن داده، سلامتی داده، تنی سعادت داده، همه اینها نعمت قرآن، نعمت دین، اینها همه نعمت هستند. ما باید شکرانه این نعمت های الله رب العالمین به جا بیاریم. الله بزرگوار در قرآن می فرمایند که و ما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که در حیات شما می آید، هر نعمتی که برای شما می رسه او از جانب الله است. هر نعمت، هر خرسندی، ما فقط نعمت مال ندانیم برادران عزیز. نعمت فقط یعنی دارندگی، پول و بایگری ندانیم. بهترین نعمت ها این تنی سعادت است که دردمند نیستی، جسمی سالم داری، چشم بینا داری، زبان گویا داری، دست گیرا داری، گوش شنوا داری. اینها همه نعمت های الله هستند. باید شکرانه اینها را به جا بیاریم، یعنی شکرگزار باشیم، بگیم ای پروردگار به نهایت شکر برای تو که چقدر نعمت های قیمت برای ما بخشیده ای. شکرانه یعنی تنی سعادت که خداوند برای ما و شما تنی سعادت داده است. الحمدلله عبادت و بندگی میکنیم. بکن شکرانه حق ای برادر، تو را بخشیده است نعمت سراسر. ببین چقدر نعمتی زیاد داده است. همه زمین شده اختیار داده است، از هواش نفس میکشی، از نعمتاش استفاده میبری. این همه شکرانه نعمت ها را باید به جا بیاری برادری بزرگواری من. دو چشمی روشنی بینا کی بخشید، زبانی شیرینی گویا کی بخشید. یک بار خودت سوال کن کی چشم داده است میبینی، کی زبان داده صحبت میکنی. خلق الانسان علمه البیان. رب العالمین ما را در قرآن به این زبان گویا منت میکنه، میگه انسان خلق کردم براش زبان گویا دادم. حیوان ها را ببینه، یکی از اونها وعظ میکنه، دیگرش هنگس میکنه، به یک صدای فقط یک آواز دارند. اما مثل من و شما بریم برادران بزرگواری من به همدیگر صحبت کرده نمیتوانند، به همدیگر راز دل گفته نمیتوانند، فقط یک صدا دارند. اما رب العالمین برای من و شما زبان گویا داده است، حرف به حرف به همدیگر راز میگوی، درد دل میگوی. دو چشمی روشنی بینا کی بخشید، زبانی شیرینی گویا کی بخشید. دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گوی الله. برای چی؟ دو پایت داد تا اینکه سوی رضای او، عبادت و بندگی او، فرمانبرداری او قدم زنی، حرکت کنی، تلاش داشته باشی.
نه اینکه سوی معصیت و گناه، نه اینکه سوی این طربخانه ها و بر و دیسکتیکایی که امروز جوان ها می روند. پا بس برای چی؟ برای مسجد آمدن، برای عبادت و بندگی خدا کردن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت عایشه مادر ما روایت میکنه که شبها به چنان نماز میخوان که از یعنی بسیار نماز خواندن پایهای مبارک ورم میکردن، یعنی از زیاد در قیام ایستادن پایهای مبارک ورم میکردن. حضرت میگه باره گفتم به سوی جناب دیلم سوخت، میگه دیلم آب شد. گفتم یا رسول الله این چی جفا است؟ خداوند گناههای شما را بخشیده است، گناهی پیش و قفای شما بخشیده شده است، شما معصوم هستید، چی قدر خود را رنج میدی؟ میگه حضرت گفتن که ای عایشه، وقتی که خداوند گناههای من بخشیده باشه آیا من بنده شکرگزار نباشم؟ در برابر این قدر نعمتهای پروردگار من شکرانه نعمتاش بجا میارم، نماز شکر میخوانم. دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گوی الله، هر دم الله بگوی، نه اینکه غیبت کنی، نه اینکه طعنه زنی، نه اینکه دشنام دهی، نه اینکه زبان با گفتاری بد آموخته کنی. برادران بزرگوار من، زبانها را به ذکر آموخته کنه. هر انسانی که در حیات و زندگیش هر سخنی را در زبان عادت کرده، یعنی دائم در گفتار داره، آخر وقتی مردن همون کلمه را یعنی تکرار میکنه. خدا شاهد است، شخصا خودم در حالت سکرات موت شخصیت اشتراک داشتم. او انسان حیات عمر فقط از زبانش دشنام بیرون میشد، از زبانش حقارت بیرون میشد، سخنهای قبیح و بد میگفت. وقتی در سکرات موت افتاد همون سخنها را تکرار کرده، جان از بدنش بیرون شد. پناه به خدا. انسانهای در کنارش هستند تلقین میکنن لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. این سنت است. وقتی یک انسان در حالت سکرات موت باشه، انسانهای در کنارش باید به زبان بلند این کلمه لا اله الا الله تکرار کنن تا اینکه این سخن در زبان وی شینه و هم لا اله الا الله گوید. جناب پیامبر گفتند که هر انسانی که آخرین سخنش لا اله الا الله باشه وی داخل جنت میشود. باید انسانهای کنار محتضر تلقین کنن وی، هرچند لا اله الا الله میگویند در زبان وی نمیشینه، چون که زبان آموخته نیست. زبان حیاتش فقط دشنام بیرون کرد، تحقیر بیرون کرد، غیبت کرد، سخنهای قبیح بد گفت. وقتی سکراتش این چنین سخنهای قبیح گفته جانش از بدن بیرون شد. زبانم زیبش همین است برادری بزرگواری من. دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گوی الله. وقتی برادران بزرگوار من، وقتی ما از پروردگار حاجت میپرسیم ای پروردگارم یا ربی یا الهی، وقتی دعا میکنیم حاجت میپرسیم، الله رب العالمین چقدر خوشحال میشده است، چقدر خرسند میشده است. پروردگار زاره و التجای بندش دوست میداشته است. یعنی وقتی از زبان نام الله رب العالمین بیرون میشه، چقدر الله رب العالمین خوشحال و خرسند از بندش میشده است.